قذافی بدون شک یکی از دیکتاتورترین و مستبدترین حاکمان دوران معاصر بوده. اما تا الان با خودتون فکر کردید که زندگی معمر قذافی چه پستی و بلندی هایی داشته؟ زندگی او چگونه شروع شده؟ چگونه به قدرت رسیده؟ و در نهایت چگونه از پای در اومده؟ تو این ویدیو قصد داریم با هم دیگه زندگی نامه معمر قذافی رو به دقیق ترین حالت ممکن بررسی کنیم. معمر قذافی سیاستمدار و رهبر سابق لیبی در تاریخ 7 ژوئن 1942 در روستای قردافه در شرق لیبی به دنیا آمد. او در خانواده‌ای بدوی بزرگ شد و دوران تحصیل و نوجوانی خود را در شهرهای مختلف لیبی گذراند. در این دوره قذافی با تفکرات سیاسی و نحوه حکومت در کشورهای غربی آشنا شد و به تدریج به عنوان یک رهبر و ایدئولوژیک لیبیایی شناخته شد. پس از فارغ التحصیلی از مدرسه آموزشی نظامی، قذافی در سال 1961 به ارتش لیبی پیوست. او به عنوان سرهنگ ارتش فعالیت کرد و در پایان تحصیلات خود در آکادمی نظامی بنغازی علاقه خود به سوسیالیسم و ضد استعماری بودن را تقویت کرد. این ایدئولوژی ها در طول زندگی و حکومت قذافی نقش مهمی را ایفا کرد. معمر قذافی در سال 1969 به همراه گروهی از افسران نظامی دیگر در یک کودتای نظامی دولت ملکی لیبی را برکنار کرد و حکومت خود را برقرار کرد. او جمهوری لیبی را تأسیس کرد و خود را به عنوان رهبر و رئیس جمهور اعلام کرد. قذافی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در لیبی اجرا کرد. او برنامه‌هایی برای توزیع ثروت لیبی به مردم و توسعه بنیادین زیرساخت‌های کشور را به کار گرفت. همچنین قذافی سعی کرد تا لیبی را از تأثیرات استعماری و امپریالیستی خارج کند و استقلال کامل کشور را به دست آورد. در طول حکومت قذافی او از طریق تحت تأثیر قرار دادن نظامیان و سیاستمداران در کنترل قدرت خود را حفظ کرد و هر گونه مخالفت را سرکوب کرد. رژیم قذافی به طور رسمی به عنوان جمهوری فردا شناخته میشد و سیاست‌هایش را به عنوان نظام سرمایه‌داری دولتی توصیف می‌کرد. در حکومت قذافی او اصول اسلامی را همچنین به صورت محدودی به کار برد و قوانینی را برای رعایت ارزش‌ها و تعالیم اسلام اعلام کرد. در سال 2011 لیبی به واسطه اعتراضات و انقلاب‌های عربی که در سراسر منطقه رخ داد، در موج اعتراضات قرار گرفت. معمر قذافی با مخالفت مردمی و نیروهای مخالف خود روبرو شد. نیروهای مخالف به سرعت پیشروی کردند و قذافی در مواجهه با شورشیان و نیروهای مخالف در تاریخ 20 اکتبر 2011 در شهر سرت کشته شد. معمر قذافی در حکومت خود برخی امور مثبت را نیز داشت. او توسعه زیرساخت‌های کشور را بهبود بخشید و در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی را به دست آورد. همچنین قذافی در سطح بین‌المللی نقشی فعال داشت و در تشکیلاتی مانند اتحادیه آفریقا و سازمان کنفرانس اسلامی حضور داشت. مهم است بدانید در مورد زندگی و حکومت معمر قذافی نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی افراد او را به عنوان یک قهرمان ملی و رهبری برای مبارزه با استعمار و استبداد می‌بینند، در حالی که برای دیگران و اقشاری از مردم لیبی حکومت قذافی با سرکوبی سیاسی و انتقامجویی همراه بوده است. تا اینجا بررسی کردیم که حکومت قذافی از ابتدا تا انتها به طور مختصر چگونه بوده و دیدگاه‌هایی که راجع به قذافی وجود داره چیه. از این قسمت ویدیو به بعد می‌خوایم به طور کامل و دقیق بررسی کنیم که دقیقاً در دوران حکومت معمر قذافی چه اتفاقاتی در لیبی رخ داده و قذافی چه کارهای مثبت یا منفی رو برای لیبی انجام داده. اگر تا اینجا این ویدیو از ویدیو خوشت اومده، حتما ویدیوی ما رو لایک بکن. اگه به موضوعات تاریخی علاقه داری، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکن تا بتونی محتواهای شبیه به این و محتواهای خوب تاریخی رو ببینی. اقدامات قذافی در دوران حکومت.
حکومت معمر قذافی در لیبی با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های متعددی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مشهور شد. در ادامه به برخی از اقدامات او در دوره حکومت اشاره می‌کنیم. 1. سوسیالیسم و ضد استعماری. قذافی با اعلام سیاست‌های سوسیالیستی و ضد استعماری تلاش کرد تا لیبی را از تأثیرات استعماری خارج کند و به عنوان یک کشور مستقل و خودکفا شناخته شود. او منابع نفتی لیبی را ملی کرده و اقتصاد کشور را بر اساس سیاست‌های سوسیالیستی تنظیم کرد. 2. توزیع ثروت ملی. قذافی برنامه‌هایی را برای توزیع ثروت نفتی به مردم لیبی اجرا کرد. او از درآمدهای نفتی برای بهبود شرایط زندگی مردم، ساخت بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و زیرساخت‌های عمومی استفاده کرد. 3. سیاست خارجی مستقل. قذافی با تأکید بر استقلال لیبی و عدم تابعیت از قدرت‌های بزرگ جهان، سیاست خارجی مستقلی را اجرا کرد. او با تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2009 به عنوان رئیس جمهوری مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد و در مقابل قدرت‌های بزرگ جهان مواضع مستقلی اتخاذ کرد. 4. رفع تفاوت‌های اجتماعی. قذافی سیاست‌هایی را برای کاهش تفاوت‌های اجتماعی در لیبی اجرا کرد. او تلاش کرد تا برابری جنسیتی را ترویج دهد و زنان را در جامعه مشارکت فعالتری دهد. همچنین او برنامه‌هایی را برای توسعه روستاها و مناطق محروم اجرا کرد. 5. سیاست خودکفایی. قذافی تلاش کرد تا لیبی را به یک کشور خودکفا تبدیل کند. او برنامه‌هایی را برای توسعه صنعت داخلی، کشاورزی و تولید محصولات محلی اجرا کرد. هدف او از این سیاست کاهش وابستگی لیبی به صادرات نفت و تنوع اقتصادی بود. 6. سرکوب سیاسی و نظامی. در حکومت خود معمر قذافی او در برابر هر گونه مخالفت سیاسی و نظامی سختگیری کرد. او سیستمی را برای سرکوب و سرنگونی گروه‌های مخالف و معاند به وجود آورد. اعمال سانسور رسانه‌ها، محدودیت‌های شدید برای حقوق بشر و آزادی‌های فردی به همراه استفاده از نیروهای نظامی و اطلاعاتی برای سرکوب هر گونه اعتراض و شورش از جمله اقداماتی بود که در دوران حکومت او رخ داد. قذافی در طول حکومت خود حمایت شدیدی از گروه‌های تروریستی مانند فلسطینی‌ها، ایرلندی‌های تروریست و بسیجگران لبنان صورت داد. او به عنوان یکی از حامیان اصلی تروریسم بین‌المللی شناخته می‌شد و برخی معتقد بودند که او پشتوانه‌های مالی و نظامی قوای تروریستی را فراهم می‌کرد. و مورد شماره 9. سیاست خارجی تحت تأثیرهای مختلف. قذافی تلاش کرد تا روابط بین‌المللی لیبی را از طریق تعامل با کشورهای دیگر توسعه دهد. او در برخی موارد نزدیکی به کشورهای مانند روسیه، کوبا و ونزوئلا جستجو کرد و تحت تأثیر ایدئولوژی‌های مختلفی از جمله سوسیالیسم و ضد استعماری قرار گرفت. تا اینجای ویدیو هم به بررسی کارها و عملکردهای قذافی در دوران حکومتش پرداختیم. از اینجا به بعد می‌خوایم تو چند دقیقه به طور مختصر اما با جزئیات مرگ قذافی و آخرین لحظات عمر اونو بررسی کنیم. معمر قذافی رهبر سابق لیبی در سال 2011 در طی انقلاب لیبی با حمایت نیروهای بین‌المللی و داخلی صورت گرفت. در شرایطی که کشور درگیر نزاعات داخلی و آشوب بود کشته شد. اما جزئیات مرگ او طبق مراحل صورت گرفت که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم. 1. انقلاب لیبی. در فوریه 2011 اعتراضات عمومی در لیبی علیه حکومت قذافی آغاز شد. این اعتراضات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تظاهرات گسترده‌تری تبدیل شدند و سرکوب بیرحمانه نیروهای امنیتی قذافی باعث به تشدید کشیده شدن اعتراضات و خونین‌تر شدن تحولات شد. 2. تداوم مبارزات. در طول ماه‌های بعدی نیروهای مخالف با قذافی به نام قوه ملی انتقال و با حمایت نیروهای بین‌المللی شهرها و نقاط مهم در لیبی را کنترل کردند. در این میان نیروهای وفادار به قذافی نیز تلاش کردند تا مقاومت خود را حفظ کنند. 3. فرار قذافی. در اواخر اوت 2011
قذافی و خانواده‌اش از پایتخت لیبی تریپولی فرار کردند و به شهر سرت در شمال غربی لیبی پناه بردند. در این شهر قذافی و طرفدارانش قویاً مقاومت کردند. 4. کشته شدن قذافی. در تاریخ 20 اکتبر 2011 نیروهای مخالف با قذافی به رهبری قوه ملی انتقال شهر سرت را تصرف کردند. در جریان نبردهایی که در آنها شرکت شد، قذافی و یک گروه کوچک از پیروانش در یک کشتی نفتی مخفی شدند. 5. تلفات قذافی. در حین تلاش برای فرار از سرت، نیروهای مخالف با قذافی وارد تعقیب او شدند. در نتیجه اشتباهات و تیراندازی‌های متقابل، قذافی و یارانش دستگیر شدند و به ضرب گلوله زخمی شدند. 6. واقعه مرگ قذافی. قذافی وارد وضعیت بحرانی شد و به یک بیمارستان محلی منتقل شد. سپس تصاویر و فیلم‌هایی که پس از دستگیری او منتشر شد نشان می‌داد که قذافی زخمی و خون‌آلود است. با اطلاعات کامل درباره جزئیات مرگ قذافی و شرایط دقیق آن در دسترس عموم نیست. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که قذافی در نتیجه اصابت گلوله در سر خود و ضرب و شتم‌هایی که در طول دستگیری او و همراهانش صورت گرفت، جان خود را از دست داد. تصاویر و فیلم‌هایی که پس از دستگیری او منتشر شدند، نشان دهنده وجود زخم‌های جدی در سر و بدن او است. اما دقیقاً چگونگی و توالی رویدادها در آن زمان با توجه به شرایط آشوب و نبرد در حال وقوع در لیبی قابل تایید نیست. امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم اگه به موضوعات تاریخی علاقه دارید حتما بقیه ویدیوهای تاریخی کانال ما رو هم ببینید و اگر به موضوعات علاقه داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا بتونید بقیه ویدیوهای ما رو هم ببینید. به امید دیدار.